نادره محمدی افتخار زنان مهاجر و الگویی برای جهانیان. نادره محمدی بانوی فرهیخته، پرتلاش و الهام بخش از افغانستان نه تنها افتخار ملت خود بلکه نمادی برجسته برای تمام زنان مهاجر در سراسر جهان است. او نمونه‌ای درخشان از اراده، پشتکار و موفقیت در دل شرایط دشوار مهاجرت و محدودیت‌های اجتماعی است. با بیش از 20 سال زندگی در ایران و تجربه مستقیم چالش‌های مختلف، نادره مسیر پیشرفت را با عزم راسخ طی کرده است. او تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در پاکستان به پایان رساند و در همانجا وارد حوزه بهداشت و درمان شد. پس از ورود به ایران 3 سال در بخش داروخانه فعالیت داشت و مسئولیت داروهای خارجی بر عهده گرفت. علاقه ژرف او به علم پزشکی او را به سمت یادگیری مهارتی در تمام بخش‌های پزشکی سوق داد. سپس توانست با پشتکار و دانش خود وارد دانشگاه علوم پزشکی تبریز شود و تحصیلات عالی خود را در این دانشگاه معتبر ادامه دهد. نادره محمدی در چندین کنفرانس علمی و فرهنگی سطح بالا در ایران حضور یافته و با سخنرانی‌های تاثیرگذار خود مورد تحسین قرار گرفته است. از جمله افتخارات مهم او سخنرانی رسمی در یکی از برنامه‌های انتخاباتی کاندیدای ریاست جمهوری ایران است. جایگاهی که نشان از اعتماد و احترام جامعه علمی و فرهنگی به او دارد. او موفق به دریافت تندیس‌ها و تقدیرنامه‌های متعدد در حوزه‌های علمی، اجتماعی و فرهنگی شده است و همواره با حضور فعال در برنامه‌ها، نشست‌ها و همایش‌های مختلف نقش مؤثری در تقویت تصویر زنان مهاجر و توانمندسازی آنان ایفا کرده است. نادره با تسلط بر زبان‌های مختلف، روحیه مسئولیت پذیر و باور عمیق به خدمت، نماینده‌ای شایسته از زنان مهاجر و افغانستانی است که با تلاش، علم و ایمان جایگاهی بین‌المللی برای خود ساخته و به الگویی ماندگار برای نسل آینده زنان افغانستان تبدیل شده است.